روستای لوچ و یانور واقع در بین ولایت‌های میکولایف و خرسون از همان روز اول جنگ زیر گلوله باران توپخانه‌های روسیه ماند. ما اینجا در منطقه جنگ قرار داریم. ما رو سخت گلوله باران می‌کردند. وضع اولها ترسناک بود. حالا اندکی آرام شده است. اندکی. پیش از روز 24 فوریه در این روستا 1000 نفر زندگی می‌کرد. حالا فقط 38 کس باقی مانده است. ایرینا که یکی از آنهاست میگوید موشک‌های روسی 2 بار چند قدم دورتر از بینای آنها سقوط کردند. از بس که خرابه‌ها درآمدگاه و زینه‌پایه‌های بینا را بستند، ناچار در ته خانه زندگی می‌کند. یک موشک اینجا به بالای بام برخورد. دومی به طبقه پنجم زد. از طبقه پنجم به چهارم و سوم گذشت. سوراخ را خودتان می‌بینید. بعداً کجای افتاد؟ مردم میگویند که نترکید، ولی من نمیدونم. من آنجا نمیروم چون میترسم. روستای لوچ را از زمان آغاز جنگ نیروهای روسیه هر روز و از طرف مناطق اشغال کردهشان در ولایت خرسون گلوله باران می‌کردند. امروز هیچ بینای روستا سالم نمانده است. وضع بسیار پرشدت است. پیوسته پنهان می‌شویم. نمی‌دانید از کجا موشک می‌آید. شما دیدید چی کردند؟ 2 روز پیش یک گلوله در بین 2 بینا افتاد. می‌توانم نشان دهم. همه تیره‌ها ریخت. ایوان‌ها ریختند. هیچ چیز نماند. یک محله زیبایی داشتیم. هیچ چیزش نماند. پیش از همه مکتبی دیه را زدند. در نتیجه برخورد 10 موشک از بین رفت. این مکتبی ماست. بسیار غم‌انگیز است که جهانی روس چنین مصیبت را به سر ما آورد. اینجا تالار ورزشی بود. وقتی گلوله ها اینجا افتادند، توپ ها همه جا پراکنده بود. از دیدنش دلم خون شد. بعد آزادی خرسون بازگشت مردم به روستای لوچ آغاز شده است. مردم یکجا سعی دارند به قدری توان خویش آن را بازسازی کنند. بعضی زمستان هم آماده می شوند و برای امین ماندن از سرما بام و در و تیریزه ها را با هر چی که دارند می پوشانند.